یک دو سه. یک دو سه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ آدمیت چیست؟ خود را دور از شر داشتن. شر یعنی بدی. السلام علیکم. این برنامه پرنده مهاجر است، پرنده های مهاجر، و من با شما سایمه سیدوه در یوتیوب کانال پیام تیوی در خدمت شما هستیم و خیلی ممنون هستیم که برای مردم حرف میگوییم کار میآید. در زندگی مردم حرف های ما جای دارد، ارزش دارد و از این ممنون هستیم. دانشمند بزرگ بر شاگردانش در تخته صنف درس را فهمانیدن میخواهد درباره انسانیت، انسانیگری، و با بر رقم کلان یک می نویسد، یکی کلان، و پشت همین رقم بزرگ میگوید اگر همین یک انسانیگری شما باشد من صفر میگذارم. این محبت شما، محبت با انسانیگری 10 کرات افزون شد. باز یک صفر دیگر می نویسد، میگوید این در زندگی دستاورد شما، هر چی که به دست آوردید در طول حیات 100، یعنی انسانیگری، محبت، دستاوردها 100 کرات افزودن. باز صفر دیگر می نویسد احتیاط. باز یک صفر دیگر می نویسد موفقیت. صفر دیگر می نویسد همین گونه خصلت های خوب انسانی، دستاورد و موفقیت های دارایی و هر آنچه وابسته بر زندگی است می گذارد. و وقتی که رقم خیلی بزرگ می شود، شاید میلیون، میلیارد، تریلیون یا اون تریلیون، 30 نول دارد، و بناگاه رقم یک را از آغاز پاک می کند. بعد رفتن رقم یک در تخته صنف یک قطار صفر میماند باقی، یک قطار نول. اگر انسانیگری نباشد، آدمگری، انسانیت نباشد در ظهور شما، در باطن شما، آدمیت که نباشد، این همه دارایی های دیگرتان یک صفر خالی، رقم خالی است، مضمون و معنای ندارد. اول انسان باید بود. کلمه تعلیم و تربیه بود. در مکتب میخوندیم، خیلی به گوشمان بسیار وارد میشد. در جامعه هم تعلیم و تربیه هست، اما همین عبارت نادرست ترکیب یافته. چرا اول تربیه بعد تعلیم باید باشد؟ تربیه و تعلیم باید گفت، نه تعلیم و تربیه. چرا که اگر عالم باشد که 4 دیپلم سرخی معلوماتی عالی دارد اما از انسانیت درکی ندارد، مدنیت و معنویات ندارد، از عالم بودن او جامعه یگان فایده نمیگیرد از علم او. اول انسان باید بود، اول خاکسار و فروتن، اول تمام خصلت های انسانی را در خود باید داشت، بعداً رو آورد بر آموزش که آموزش این خصلت ها را باز هم تکمیل می دهد. خب ممنونم از آن که الکی تگمچه پسند یعنی لایک را پخش کردید. تشکر بر شما. الکی 80 نفر لایک پخش کردند و ممنونم که پیوسته بر همین یوتیوب کانال پیام تیوی آبونه می شوید. من بحث و جدال در پهلوی این نوار می رفت، یک خوانده گذاشتم تا دوری که تا فرصتی که صدای ما برقرار شد و با شما گفتگو کنم، و آنجا یک جنجال بابت کفر و ایمان رفته ایستاده است که نفران حرف میزنند آیا بوی بردند از اصل و اصالت اسلامیانه. واقعا در همین مورد حرف زدن دشوارتر است. من بر خودم اجازه نمیدهم، چون که با آن درجه سواد ندارم که علمای دین دارند، نفره را بر کفر خواندن نسبت نفره یا نفره را دشنام دادن، عموما دشنام دادن در یگان دین دنیا نیست. نمیخواهم این گونه حالت ها را و خیلی خواهش میکردم که مخلصان عزیز
مشتریان همین برنامه پرنده های مهاجر هم در پهلوی نوار در موضوع همین برنامه حرف می زدند تا من پیامک هایشان را گرفته استفاده برم برایشان تصنع کنیم بر دیگران رسانیم. خب پرنده های مهاجر امروز موضوع خشونت خانوادگی است. موضوع رو شما پیشنهاد کردید فقط اندک با اصول دیگر بود. در یاد دارید در برنامه پیشین نفری در آخر برنامه یک دادر زنگ زده گفتند که مهاجران در روسیه از خود رفته ایستادند یا خسته شده ایستادند به نهایت یا کمی پولدار شده دیگرگون شده ایستادند که از همان جاده صبر و تحمل بیرون شده همسران خود را به یگان ترس و هراس و به یگان اندیشه دورتر جوابشان را میدهند، یعنی طلاق میدهند. التماس در همین بابت یک موضوع یک برنامه داشته باشید. من در این موضوع خواستم مواد جمع کنم روی آوردم بر شبکه‌های اجتماعی و عجب این که وقتی مواد در این موضوع گفتم البته عیبدار فقط جوانان نیستند، مردان نیستند، چون که بیشتر حالت مناسبت و معاشرت در عائله وابسته زن است. زن صاحب خانه زن است. خانه بیشتر محیطش بر زن وابسته است. میگویند که زن خوبی فرمانبری پارسا کند مرد درویش را پادشاه. اما در ترازو امروز برابری گندیری را نگاه داشته در ترازو از هر دو جانب برابر نگریستن میخواهیم. من اینجا دعوت کردم یک بانوی محترمه، یک معلمه عزیز را که تحصیل کرده دانشگاه عالی اسلامی هستند و در همین شبکه ما برنامه هم با نام آستانه دارند، با نام ترازوی عمل دارند. نیز روانشناسان دعوت شدند و نفرانی که در این جاده در حرف زدن می توانند تاثیر گذاشتن در جامعه می توانند. خشونت خانوادگی گفته دامن موضوع را فراتر فکنده ما خواستیم که کاملا فرا گیریم همه طرفای همین عائله را، یعنی در کدام حالت همین گفتن کلمه طلاق تا همین درجه آمده می رسد. جوان در کدام حالت گفتنش دشوار است و شنیدنش از آن هم دشوارتر است و تا همین درجه برای رفته رسیدن علاقه معلوم که همون میگویند که پفک تحمل در حال ترکیدن آمده و مجبور شده هر دو جانب. خب اگر خودم اندک در این بابت درباره خانه‌داری گویم، خوشدامن‌ها کلین بودند، خوشدامن‌ها هم جوان بودند، خطا می‌کردند، حالا هم می‌کنند، آینده هم خواهند کرد، چون که انسان خطاکار است. خطا کردن، گناه کردن خاصی آدمی است، چون که ما که فرشته نیستیم. ما دانسته ندانسته خطا کرده میتوانیم. گاها نفس وادار میکند، گاها به ندانستنها وادار میکند که خطا کرده میمانیم. از شریعت بیخبری ها بعضا وادار میکند. اشتباه همه ما داریم، یگان تا ما ماهی به عیب نیستیم. اما انسانیت خصلت دارد که با مرور زمان گذشته هایش را فراموش میکند و هر یکی ما فراموش میکنیم که در جوانی چقدر خطا کردیم. از کلین هایمان آنقدر طلب میکنیم که برابر خودمان دانند، برابر خودمان توانند، اما این خیلی نمی شود. این حالت ناشدنی است و خشونت نسبت کلین در عائله بیشتر است. در تاجیکستان خشونت تا درجه که به پاشخوری خانواده ها آورده می رساند و حالت های هست که عائله در حال پاش خوردن می آید، زن دیگر جای رفتن ندارد. از جانب پدرش با عباره های عجیب و غریب او را دعا کردند که اگر بمیری هم مردت از خانه شوهرت براید، سفید پوشیده رفتی سفید پوشیده برای، یعنی در همان جا مردن. و عجب حرف های هستند که البته که نادرست هستند. در این باره معلمه عزیز مسلمه احمدی علکی در برنامهشان گذاشتند، من از همانجا همین عباره را گرفتم. و در تاجیکستان کلین تنهاست. میگویند که یک دیگر فهمی باشد بین زن و شوهر، هر دو هم دیگر را فهمند. شوهر دو نقش بازد، نزد مادر گوید که تو درست هستی مادر،
کاملا جانبداری تو هستم، اگر نزد زن رود و من جانبداری تو هستم و دوستت میدارم، تو درست هستی، اگر به خاطر من تاب بیاره زندگی خوب خواهد بود. اینجا نقش مهمترین و بزرگترین را مرد میبازد در مراسا و مدارای کلین و خوشدامن. اما حالت اینجا چنین است که همان مرد وجود ندارد در خانه. مرد هست رسما در کاغذ ها، در حجت مرد نانکابی رفته. اینجا سیاست آنها را دور از خانه در کرده و هنگامی که مرد نیست، اگر در پست و شکیبا، در پست و بلند زندگی مرد در خانه هست و مادر البته که از یگان کار کلین ناراضگی میکند، خودش را او رنجور و خودش را پرشکسته و آزرده و بیچاره نشان میدهد بر پسر. او هم از پسرش روزها میگویند ونیمانیا طلب میکند، یعنی که او هم از پسرش یک دقت طلب میکند، یک محبت طلب میکند. به همین خاطر بر پسرش میگوید، اما چون پسر میبیند در پیش نظرش است که همسرش هم خوبی های دارد و آنگاه از روی عدالت رفتار میکند. اگر پسر نباشد چه در تاجیکستان، مادر زنگ زده بر پسر گوید، پسر هر روز شنود. زن آیا دسترسی بر همان موبایل دارد، گوشی موبایل یا ندارد؟ زن از ظلم نسبتی او شده ایستاده، بالایش ظلم شده ایستاده، الکی بداد آمده باشد، دیگر بر همسرش حالت گفتن ندارد و وقتی همسرش چرا بر مادرم داد گفتی، کپش را گوش نکرده، چرا پیاله را چله شسته، چرا جای خوابش را آماده نکرده، به خانه خویشاوندانت بپرسیش چرا رفتی و غیره و هکذاهای دیگر، که زن به داد می آید و نسبت شوهرش هم بلندتر حرف می زند. اینجا می آید بر خانه ویرانی، چون که مهر در چشم می گویند. اینها که یکدیگر را هر روز نمی بینند، بعضا هر ماه نمی بینند، هر سال نمی بینند، سالیانی زیاد می گذرد یک بار می آید شوهر، آنگاه همین بیگانه شد، مهر دور شدن می گیرد. دور شدن مهر بیگانه شدن می گیرد، جمله برعکس آمد و اینجا سر می زند یکدیگر نافهمی. اگر این برنامه را گوش کرده ایستادند، البته پیران روزگار دیده هم هستند که چندین کلین را راهبری میکنند، خوشدامنی میکنند یا چندین دختر بر شوهر دادند. اینها خیلی بیشتر میدونند. اگر برنده کمتر حرف میزد، مجری برنامه و آنها نصیحت میکردند، حرف میزدند، باز هم بهتر میبود. ما یک قبیل نوارهای را آماده کردیم در برنامه که از خشونت خانوادگی و بر خودکشی دست زدن کلین ها آورده رسانیدن. همین نوارها البته که جمع کردیم با فکت ها، با دلایل روشن، برهان قاطع میگویند که در حقیقت بود. رقم ها را درست آوردیم. همکارمان صفیه واحد و کمک میخواند خبرها را مرحمت بعدن ادامه میدهیم. یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان طرحی را آماده کردند که بنابر آن برای طلاق توسط تلفن یا پیامک SMS از 3 تا 5 سال زندان پیشنهاد شده است. این طرح هنوز در جلسه پارلمان بررسی نشده است و معلوم نیست تا کجا پذیرفته و یا رد خواهد شد. در تاجیکستان طلاق توسط SMS رسما منع نیست، ولی روحانیان بارها از ساکنان خواستند این کار را نکنند. جانبداران این اقدام منع طلاق تلفنی را برای حمایت از زنان ضرور می شمارند. برای تشکیل عائله خرج زیاد می کنند، ولی یک جوان از سراسیمگی یا عصبانیت با SMS طلاق می دهد و خانواده از هم می پاشد. تعیین جزا برای نیست که حتما از آزادی محروم کرده شوند، بلکه جوانان را مسئول سازد تا در حفظ عائله جدا مناسبت کنند و برای پیش آمدن اندک مشکل جدا نشوند. مناره عبدالفتاح 25 ساله دست به خودکشی زده بود. هرچند دادستانی گفته است که مناره را به خودکشی رسانیدند، ولی کسی را در رابطه به این عیبدار نکرد. جسد این زن جوان روز 22 ایون سال روان در منزل زیستش با 26 ضرب کارد پیدا شده بود.
абдуфаттоҳ мисоқов падари манора мегӯяд боварнокарданӣ ҳаст ки духтараш ба бадани худаш 26 корд зада бошад. ӯ аз он шикоят кард ки марги духтараш дуруст тафтиш намешавад. ба гуфтаи падар осори зарбҳои корд бештар дар гулӯ ва дастони духтараш дида мешуд ки ҳеҷ шабоҳате ба худкушӣ надоштанд. вақте одам як корд ё ду корд худашро зад, ҷонаш месӯзад ва дигар ин корро намекунад. дастону гулӯяш бурида шуда буд ки як нафар худаш чунин карда наметавонад. ҳодисаро додситонӣ ва шуъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Файзобод таҳқиқ доранд. мақомот то кунун расман ҳодисаро шарҳ надоданд ва нагуфтанд ки бар кадом асос 26 зарби кордро худкушӣ донистаанд. шаҳрбону модари Манора мегӯяд духтараш ҳеҷ гоҳ дар бораи худкушӣ ҳарф намезад. ба гуфтаи ӯ духтараш дар хонаи шавҳараш зиндагии хуб надошт ва шавҳараш ҳамеша ӯро ба талоқ таҳдид мекард. ҳодиса пас аз чанд рӯзе иттифоқ афтодааст ки ин занро аз хонаи шавҳараш ба манзили хурде дар маркази ноҳияи Файзобод мекӯчонанд. замони ҳодиса ду духтар ва як писари хурдсоли ӯ дар ошхонаи манзилӣ зист буданд. манора соли 2015 ба як сокини ноҳия издивоҷ кардааст. аз ӯ 3 фарзанд мондааст ки калонаш 5 сола ва хурдиаш 6 моҳа аст. маъмулан ҳодисаҳои куштор ва ё худкушӣ дар заминаи муноқишаҳои хонаводагӣ дар Тоҷикистон зиёд рух медиҳанд. дар бештари маврид мақомот нафареро барои ба худкушӣ расонидан ба ҷавобгарӣ мекашанд. дар бархе ҳолати дигар нафаре ки худашро куштааст бемории равонӣ номида мешавад. зани 25 сола дар деҳаи Тегирмии ноҳияи Нуробод худкушӣ кардааст. Зарина Ҳабибова модари ду фарзанд буда ба иддаои пайвандони шавҳараш дар дохили хона худро ба дор овехтааст. вале волидонаш ба ин фарзия бовар надоранд. дар додситонии ноҳияи Нуробод гуфтанд қазияро таҳқиқ доранд. бародари Зарина Ҳабибова мегӯяд миёни ӯ ва пайвандони шавҳараш ҷангу нофаҳмӣ рух додааст. пас аз ин ӯ ба хонаи амаам рафтааст. хусураш яъне падари шавҳараш ӯро боз ба хона мебарад, вале шавҳараш телефонӣ аз Русия талоқ медиҳад. ҷасади як зани 26-солаи сокини деҳаи Ғазантараки ноҳияи Деваштичро рӯзи 19 июн аз боғ пайдо карданд. ӯ бо рӯймоли сараш худро ба шохаи дарахт овехта буд. ин зан ки дар батн тифли 4 моҳа дошт, шаби иди Рамазон дар пайи муноқиша бо хонаводаи шавҳараш аз хона баромада худкушӣ кардааст. ҷасади ӯро фақат баъди 4 рӯз пайдо карданд. аз ӯ 2 фарзанди хурдсол ятим монд. пеш аз ид хонаву дарашонро тоза карда, чанги мебелҳои дар хона бударо тоза мекунад. ҳангоми тоза кардани хона тасодуфан телевизор афтида оинааш мешиканад. барои ин гуноҳаш ӯро хусуру хушдоман ва шавҳараш зери мушту лағат мегиранд. ин зан дар баданаш тифли 4 моҳа дошт ва соҳиби 2 духтарчаи заркокул ҳам буд. рӯзи ид дар идгардак меҳмонҳоро қабулу гусел карда, шаби ид аз хона баромада меравад. ҳама ҷоро кофтанд, вале пайдояш накарданд. як мард дар наздикии боғ замин доштаасту ҳамон ҷо кори деҳқонӣ мекардааст. вақте ӯ галаи паррандаҳоро ба як ҷо шиштану париданашонро мушоҳида мекунад, рафта хабар мегирад ки як ҷасад дар шохи дарахт овезон бӯй гирифтааст. ин мард аҳли деҳа ва милисаҳоро ҷеғ мезанад. муллоҳо гуфтанд ки ҷасади бӯй гирифташударо ҷаноза кардан дуруст нест. ӯро ҳамин хел ба хок месупорем. вале аҳли деҳа ба як овоз нагузоштанд ки ӯро беҷаноза гур кунанд. баъди ин ҷасадро ҷаноза карда ба хок супориданд. афзоиши теъдоди худкушӣ ва қатли шаҳрвандон аз тарафи ҳамдигар бадтарин паёмест аз ояндаи кишвари мо. мо дар оянда мушкили бештари иҷтимоӣ ва равонӣ хоҳем дошт, мутаассифона. адами адолат, волоияти қонун, баробарҳуқуқӣ, нобаробарии сатҳи иҷтимоӣ, бекорӣ, ночорӣ, бесаводӣ ва фасодзадагӣ дар рӯҳияи мардум аввал эҳсоси худро хор дидан ва баъдан ҳисси интиқомҷӯиро ба вуҷуд меорад, ки аллакай овардааст. чун шаҳрванд наметавонад бо мақомот даст ба гиребон шаваду ҳаққу ҳуқуқ талаб намояд, чораро дар азият, шиканҷа
و قتل نزدیکانش می‌بیند. این همه خبرهای جنایی که 2-3 سال اخیر از جامعه ما بیرون می‌آید، نتیجه بی‌حقوقی 30 ساله است. اگر از همین لحظه سر کرده چاره اندیشی نکنند، آینده هر یک نفر در خطر می شود. خب این بود گزارش هایی که برایتان آماده کردیم و گزارش ها از رادیوی آزاده، آزیا پلوس، رسانه خبری، از سپوتنیک، از اخبار برای افکار، از بامداد و از این رسانه ها گرفته شده بودند گرد آوردیم. بر رسانه ها تشکر میگوییم که پیگیری کردند و ما از آنها استفاده بردیم. پرنده های مهاجر است برنامه. اکنون نوبت بر شنونده های عزیزی که امروز در برنامه میخواهند اشتراک کنند در این بابت حرف زنند و بر معلمای عزیز که بیشتر درباره طلاق من پرسیدنی بودم. یک جزئی موضوع ما بود طلاق که از ما خواهش کرده بودند از روسیه. یک مهاجر نسبت همین حالتی که مهاجران در روسیه اندک پولدار می شوند یا دیگرگون می شوند یا دنیا دیده تر می شوند، زنهای دیگران می بینند، زن دیگر می گیرند یا شاید یا در روسیه از تاجیکستان هر خیل خط و خبر رفته می استد که از بحر زن می برایند و در پیامک می نویسند طلاق را دادن با همین عائله ویران می شود. افسوس که ویران می شود. زن بیچاره در تاجیکستان انتظار شوهر است، انتظار نان بیاره که فرزندانش است. مرد میتواند باز زنی دیگر گیرد، باز میتواند دختر هم با کره هم گیرد، اما زنی بیچاره با فرزندکانش عمرش خزان می شود. ما که تا آن سطح در تاجیکستان آموخته و تا آن سطح صاحب عقیده کامل نگشتیم که این زنهای فرزنددار بیوه مانده را زود تگ قنات کرده گیرند. حالت در اینجاست که آنها چگونه زندگی میکنند. باعث تاسف انا همین حالت است. شکسته میشوند در زندگی. میتوانید در این باره اگر در زندگی برخوردید به چنین حالتی حرف زنید و اگر تا آمادگی میبینید شما، من خودم هم هنوز گفتنی های زیاده دارم. برایتان شعرک از سفر ایوب زاده محسن آماده کرده بودم که میخوانم برای عروس ها، خصوصا برای زن ها میخوانم. گفته آماده کرده بودم تا که بعد از شنیدن اینقدر خبرهای بابت خودکشی و خشونت خانوادگی و ظلم بالای کلین از اینها اندک روح شما را بیرون درگیریم. برای عروس ها، نو عروس ها میخوانم. عروس: ای خواهرم، زینهار زینهار دل یار عزیزت را نیازار. اگر یک ذره دانی قدر شوهر، بدان تو مادرش را جای مادر. که مادر هیچ بدخواه پسر نیست، زی مادر هیچ کلین را ضرر نیست. با وقتی قاری خانه دست او گیر، مشو هرگز مخنبیر. زینکویی دلش را آر بر دست، زینکویی شود آدم زبردست. شده دلگیر اگر از کار ناساز، و پیش او قوا قطره نینداز. سخن گوید ولی گردد پشیمان، تحمل کن گپش را خواهری جان. اگر حرف برایت سخت گوید و یا حرف چنین گوید بشوید، مکن هرگز به این حرفا دلت ریش، که نازی مادری دارد بلندش. تو با عقل و تمیز و امر تقدیر، بکن خدمت زی مادر، از این مادر دعا گیر. شعر سفر ایوب زاده محزون بود، خدا رحمتش کرده باشد و شعر خیلی پرتاثیر هست، شعر جانناک هست که نصیحت خوب برای کلینچک ها، برای عروسکان بوده میتواند. گفته نیت میکنم، امید میکنم. خب شاکل در استودیو حضور دارند، با لینک زیرین وارد شوید. لینک برنامه گذاشته شده است. مرحمت و مستقیما با صدا یا با چهره خود سلام بپیوندید. علیکم. و علیکم سلام. بس ما باسته تنجسته
تشکر، خدا را شکر. شاقل نام دارید همین خیل؟ بله بله. عجب نام زیبایه. خب در همین موضوع طلاق خواستم همین فکر عقیده خدمت بگم. انا اولین چیزی که در طلاق روی میتیه ای نصیحت دور موندن مردم، ای بیسوادی، امر معروف در مچتون نیست. در یگان جا دیگه در برو صحبت نمیشه. این یکم شه. این باید که در مکتب بگن، نه فقط در مچید، حتی در طلبگی در مکتب باید طلبه را عقل بتن که همین چیزا را نگه، باید بفهمونن. این مردم ای امر معروف دور شدگیان. دیم چیز ای سبب نورسایی همی زندگی، مثلا کار دست خالی بگم میو خونه جنگ جنجال، همی بسیارش ای به شرایطی میشه. در یک خونه 5-6 زندار زندگی میکنن، مثال بعد بین کلنا همش ای به شرایطی ای قل نیست. کودکار یا سر فرما بخری زنه غرغر میکنه که اینم مثال ندارن کودکار یگانچه 20 ای بوره میشه دیمش. سیم چیزش ای همین سبب که مهاجرت میان بچه‌ها، مثال بعضیش 2-3 سال رفتن نمیتونن، او زنا شده اوجا یگان کاری بد میکنن، مثال دست به زنا میزنن، میفهمن شو میخپن شو میکنن شو طلاق. بعد همین بروها رانی میشوه. ای بوره کلن خشتمن مثال کم میشوه، نه که بسیار شده سبب به شرایطی ای سبب به امر معروف دور شده گه دیگه. ایش که مردم اوجا همی چی فقط فکر جون شده هر یا متر یا چی شدگی، یا فایشه خونه یا دیسکتک شدگی، مردم دیگه اوجا بیعق شدگی تو پشتگی رفتگی. و بعدیش این که همین موبیل هایی که در دست دارن، تلفن هایی که همه چیز دسترس است، متاسفانه همه چیز دسترس است. آنجا صورت های فحش هم هست، فیلم های نادرست هم هست که تأثیر از آماده ساختن چنین فیلم های نادرست، مقصد همان غرب هم تا ما وارد کرده آوردن فرهنگ نادرستی آنهاست و همین تماشای فیلم ها هم سبب می شود. اینش هم هست. و چون همین کلینچک ها، همین عروس ها نگاه میکنن بر اطرافشان، مقایسه میکنن چرا شوهر فلانی دارد و از من نمیفرستد. و باز به حقوقیشان هم هست در خاندان هست، چون که همان بودن شوهر هر بگاه اگر آید در نزد مادر جنگ کند، به خانه در آید و تو مرا دان، خیر مادرم پیر است، به هر حال وی را هم فهم، گپش درست است، از تو هم گذشت، به نصیحت گذرد، درست در خانه مراسم می شود. لیکن نبودن همین شخص اساسی راهبر یعنی مرد در خاندان همین وضعیت را دشوار می کند، وضعیت یکدیگر فهمی را دشوارتر می کند. باز یک حالتی هست اگر در خانه مرد هست و زن راهبر است، در آن خانه برکت هم نمی ماند. حکم را مرد برآورد، زن به هر حال از روی احساس که نتیجه گیری می کند حادثه ها را اشتباه می کند. مرد باید نتیجه بردارد و حاکم باشد در خانه. درست گفتید، از گفته های شما هم خیلی درسته. همه گفته های ما را همین معنی را داره که مقصد همین امر معروف، همه چیزا را پیشگیری، همین کار امر معروف های همین به سواد میشه مردم ایروی همین ای حدیث قرآن دور میشه. وقتی انسان را کمتر مثال در مسجد در مکتبا در تمام جا همین امر معروف کنه، خودش امر معروف یا دلالت به همین چی میکنه، مثلا مردم شعور میکنه، همین به سواد میشوند. از شنیدن هم بله تاثیر میگیرند. من باور دارم که همین برنامه را هم شنیده نفر تاثیر میگیرد. در پهلوی نوار جنگ و جدال بین خانم ها بین زن ها رفته ایستاده است و به دو گروه جدا شدن، زن های اول و زن های دوم گفته. معلوم که تاثیر دارد، حرفا تاثیر دارند، بر همدیگر چیزی گفتند که تاثیر کرده. بسیار تشکر دادن و کمتر انتظار می شود یک نفر دیگر را قبول کنیم، بعدا بحث میکنیم بین هم. می شود؟ مالی فقط خب محمد پریمو افیر یعنی پخش مستقیم شما را قبول میکنیم. سلام علیکم. و علیکم سلام خواهر جان، گوش میکنم. خرسند هستم که زن هستم. بله من زن هستم. من یک بار در شما در آمدم. من خیلی شما را گفتم، هم خیلی من در گپ زدن که هم خیلی هست. من همه خیلی سوال دارم. منم زن هستم، منم زن یکم هستم. وقتی که شوهر من کودکش نان دادن نتونست دوگانی کارم،
ترما کردن و من مجبور شدم که روسیه بیام کار کنم. وقتی که من میروم در روسیه، از روسیه به تاجیکستان در تورما، زنی دوست تورما شدگیره یک جا کردیانو، هر دوش برآمدیانو، کودکای مردک در یتیم خانه، این زن قطعی خانه به خانه، کوارتیره به کوارتیره گشته ایستادیان. این چقدر می شود؟ این زن باز تولد کرده است که مردک خانه ندارد، جای کار ندارد، بیسواد گویم می شود که تا صنف 3 خواندگی، از همه طرف قفو، کودکا دوگانی در یتیم خانه بود. ما ای مردکی که تمام خانه ندارد بیچ بود تولد کنیم. اینجا این زن بله کاری خطا کردگی که دوگانیکا اینا کتاب قرآن حساب میخورن. بعد وقتی که کودکا تلفن میکنن پدرشون قطعی، زنی دویم نمیماند که کودکا پدری خودشون قطعی صحبت کنند. این چخیل میشود. بعد در تاجیکستان میگن که من وای والنتیر 02 کانال دارم، همونجا ویدیوی من همش هست. بسیار من به می نویسن که ما هم خوشبخت می شویم. اوکی خیلی خوشبخت شویدون، لیکن با شوهرای خودتون خوشبخت شوید. هم خیلی هست اپا خونه یک زندور ویران کردن در کار نیست. خوشبخت شوند اگر مناسب و موافق باشند. اگر بله هم جهت سواد و هم جهت معنویات و فهمش و درک و معلوم که شما بله فهمیدن هستید. بله فهمش دارید بله البته. بله من طبیب هستم، برای همین صورت اسکوری را ماندگیم. من طبیب هستم. منم در روسیه. نقش ازدواج در زندگی خیلی بزرگ است. شما طبیب بله هستید، شما معلومات عالی دارید بله و که از صنف 3 برآمده است. زندگی بله کردنتان را من تصور میکنم و خوب درکم میکنم، خیلی خوب درک بله میکنم. ازدواج نقش بزرگ دارد در زندگی. بله برای خوشبختی هر دو جانب هم ازدواج نقش مهم دارد. یک زنی بله سوادناک، یک زنی فعاله، زنی که دایره درک خیلی وسیع فراهم دارد، بله با او زندگی کردن با همین مرد کم سواد این هم دشواری میکشد. کم سواد. بله بله این از انا شما کن انا این با سوال دیگر من میکنم که برای چی مردها وقتی که پیش از قطعی دختر در نیکای خودشون در آوردن با کتاب قرآن قسم میخورن؟ انا کن من همینش فهمیده ایستادیم که از همه مسلمان ها پرسیده ایستم که همین کتاب قرآن چی معنی دارد؟ من طبیب هستم، من کمتر دورتر هستم. من میخواهم که همین فهمم که این کار بسیار من در زن و دخترها گپ میزنن که اپا برای چی مردها همین کتاب قرآن میگیرن قسم میخورن، حیات ما را میسوزونن، ما کجا رویم کی را گیریم، ما را مادرامو نمیدونن. برای چی کتاب قرآن گرفته قسم میخورن؟ این کتاب قرآن برای چی هست؟ همین شما من در سوال در جواب بدم میتونین؟ برای چی نکاح میکنن و طلاق میکنن؟ این مگر در تاجیکستان هر روز زن گرفتن و طلاق کردن یا که مردو زنها شو کردن این بازیچه است مگر؟ البته بازیچه نیست، آیله مقدس است. بله قرآن برای خواندن و عمل کردن است. به فکر من قسم با قرآن جایز نیست. اما همین سوال را من میخواستم بر متخصص ساحه دهم، چون که من تا اون درجه علم مکمل دینی ندارم که با همه سوال های دینی جواب گویم. با قرآن قسم نمیخورند. قسم فقط با نام خداوند است. دیگر در ما کودک بودیم با کارد و نان و با شیر سفیدی مادرم و با لاله های سرخ ورزاب و با چی های دیگر قسم میخوردند. اما در شعر استفاده میکردند این چیزها را، در سروده های استفاده میکردند. اما در اصل قسم تنها با نام خداوند است. با قرآن قسم خوردن و باز برای خیانت کردن اصلا اولا که قسمشان خطا بود. بله قرآن کتاب الهی است که برای ما یک راهنمای زندگی است. اگر با همین سواد دنیوی و درک و فهمش خوب دنیویتان از این طرف هم واقف شوید، خیلی نورن علی نور میشد. بله من بسیار میخواستم، چون که در عائله ما هم خیلی دختران بسیار هستند، احترامتان میکنم.
خواهر جان من انتظار همان متخصصی هستم که بر سوال شما جواب میگویند باید وارد میشدن عین حال در برنامه ما. از تنظیمگری آواز میپرسیدم که برایشان خبر دهند که وارد شوند. من سوال شما را برایشان تکرار میکنم. بسیار خوب میشید که همین من هم واتساپ دارم، هم میتونم پریامای افیر با من بسیار سوالای دارم که با گوش خودم شنویدگی من همین سوالا را من تیم که با من همین را من فهمم مقصد من. ولی ما برنامه داریم به نام آستانه که محض همین جزئیات خانوادگی وضع خانوادگی را در بر میگیرد، مشکلات زندگی را، پست و خم زندگی را جهت شریعت میفهمانند. در ما میدانید خواهر جان حقوق زن را نه اونقدر رعایت میکنند در تاجیکستان. بله. بر دو فرزند شما دوگانه کا مردم بر ناخن فرزندزار است. بله. شما کی آرزو نمی کند که دوگانه داشته باشد؟ بله. زن در دنیا وجود ندارد که دوگانه سه‌گانه را آرزو نکند. این در یک فطرت زن همین یک آرزوی بزرگ است و دوگانه کارا خار کردن و دامان زنی دیگر گرفتن شاید مناسب خود را پیدا کرده، مناسب اقتصاد خود، مناسب رفتار خود را. من که نمیشناسم این انسان را و با او خوب با هم پیوسته رفتن و بله. البته که خب بفرمایید. فهمیدم. الان بعد 7 مردک تاجیک از بازار توپلیستان با کالوسک اوبلاست دوگانیکا برده تجاوز کردگیم که مادرش اینوالید است. این است چه فهمیم که مردی تاجیک. فهمو. شما نوشتن میتوانید این همه را همین اگر حادثه را ما پیگیری میکرده؟ بله من می نویسم. باز ویدیو کردگی کانالم در ویدیو کرده موندگی و کانال من والنتیر 02. من همه خیلی آدمایی که وای گفته ایستادیم ژورنالیست و کارسپاندنت که این چی باشد، این برای چی باشد که در تاجیکستان کودکان را تجاوز کرده ایستادیم، حیاتی زنها در حیاتی کودکان را سوزانده ایستادیم. کتاب قرآن قطع قسم کرده حیاتی زنها را هر یک زن میخواهد خوشبخت شدن. وقتی که من در ویدیو کردم در کانالم پرداختم بسیار زنای دیوم میگوید که ما هم میخواهیم خوشبخت شویم. آخه خوشبختی با شوهر یک کسی دیگر خوشبخت نشو. شوهر خودت قطعی حیات برای آدم یک بار است. همین خیلی هست. ما یک بار حیات رو میبینیم، خونه شوهر ده دوم بار میرویم یک بار. برای این نیکو کردن با کتاب قرآن قسم کردن حیات یک کس سوزاندن این هم بازیچه نیست. من میخواستم که از همین علمان همین سخنا را من بشنوم. من ممکن که باز کتابم کشم. من می نویسم. من بسیار چیزا بسیار گپای من پرتغالسکی بسیار گپ میزنم. با زبانی روسی گپ میزنم. اگه اینجا حاضر توجیکو من با زبانی توجیکی گپ زده استودیم. یکی در تاجیکستان کلان شده. بله. این حال در پرتغال هستید؟ نه من حاضر در مسکو هستم. خب خیلی خوب. خوب است. خواهر جان بعضی نفرانی هستند که محض برای جامعه شاید آفریده شده که برای پیش بردن کار جامعه فعالترند نسبت به پیش برد کار خانواده. هر کسی را بهر کار ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. باور دارم که امروزها بر شما کار بسیاری ها میافتد. به هر حال دکتر هستید، کارشان را آسان میکنید. دعای نیک اینها امروز نه روزی دیگر یک روز میآید که همه این دعاهای نیک مستجاب میگردند و شما هم البته خوشبخت میشوید. من باور دارم. با کانال شما البته میشویم. من این برنامه را برگشته باز هم تماشا میکنم، وارد میشویم و همکاری خواهیم کرد در جدای خبرنگاری. بله میکنیم. ما بسیارتر باید همیشه کانال شما کشادگین بسیارتر ما زنهای دوم یکم با همیشه زنها بسیارتر ما صحبت کنیم که خانه یک مردک زندار، یک کودک مردک زندار کودکش از زنده یتیم نکنم. وقتی که مردک تو دوم زن میگیری یا که دوم زن میشوی، مردک بین خانه و در زیادی دارد، کودکش سیر، زنش سیر، توی رنگ زنش برین نگاه کند. هم خیلی هست؟ بله. این دوم
بله این دوم زنها زن حساب نمیخورن. اینا دوگانه اگر که راستی گپ زنیم ساژیتیر به روسی میگن. اینا از نو پایان نقض میبینن. تمام سکسوالیست میگن اینا را. سکسوالیستی مردکو. اینا دوم زن نیستن. اینا را باید همین خیلی کارخانه ها تشکیل کردن در کاره. اینا را همش روی خط گرفتن در کار. مرحمت مردک باید ای کودکاش نون زیادی دارد مرحمت گیره دوم زنه. هم خیلی هسته. بسیار مردکا کودکاشون در یتیم خانه من رفتن یتیم خانه. در یتیم خانه همه زنده یتیم. صغیره کم میبینیم. پدر و مادر جدا در مسکو در اینجا اینش شو کردگی اینش زنگ گرفته که کودکا آب چشمش رفته ایستادن. این زندگی نیست. این زنده یتیم است. برای همین ما باید این ره گمزده ها را پیش راهشون گیریم که خیلی کار نکنن در یتیم خانه کودکا نروند در پیش پدر و مادر خودشون. خواهر جان بسیار تشکر. همین کلمه زنده یتیم از عباره کلمه مرکب ساخته شده در حقیقت با درد است، دردناک است. بله. هر دو جانب زنده هستند اما کودک که های هستند که برای فرزنددار شدن نصف دنیا را میگردند طبابت میگیرند تا خداوند از همین یک برده گوشت به نصیب نگرداند. اما نفران یک نعمت بزرگ خدا داده را بر دولت میسپارند و جانب عیش و نوش خود میگردند. کودک بیگناه شما بودید که زنهای دوم زن نیستند به آن معنا که زنهایی که شوهر کسی را میره باید به تمام و از نگاه و بین زن یکمشان تماما جدا میکنند اینها زن نیستند. بله گناهکار هستند باید زن اول را هم بینند. خواهر جان اینجا وارد شدند بله وارد شدنی هستند متخصص ساحه که در جدای دین جواب میگویند. من سوال شما را میدهم برایشان. اولا سوال دادید که قرآن برای چیزی که قسم میخورند و میشکنند قسمشان را. بله. و سوال دوم بود برای چی مردایی که بخونه و بدرن اینا را با اینها میکنند یکی را خارزار کرده باز دامن دیگری میگیرند. خب البته این سوال ها را بله مسلم احمدی خوش آمدند. السلام علیکم. و علیکم السلام. شما همگان بخیر باشد. پیش از همه معذرت میخوام یک مشکلی تکنیکی در ما پیدا شد. من میخواستم از اول با شما باشم ولی یک چند چیز رو از دست دیگر دادم. و من باور دارم که گوش کردید برنامه را. قسمی رو گوش کردم قسمی رو نه و انشالله که در رفت برنامه مشارکت میکنم. خب اینجا اصلا در برنامه رو ما با اون خاطر چنین نام گذاشتیم که یک قسمت برنامه این بود. آغاز قسمت این بود که مهاجری از ما خواهش کردن درباره بهوده و بیهوده طلاق دادن مردانی در هجرت بوده بر همسرانشان مردان مهاجر. در اینجا در نفر امر معروف کند یا برنامه تشکیل کنید و ما همین موضوع رو دامنگیری کرده پایگیری کرده دیدیم که یک موضوع بزرگ شد و به طور عموم خشونت خانوادگی نام گذاشتیم. من بسیار میخواستم که همین موضوع طلاق دادن طریق پیامک SMS یا بهوده و بیهوده زنی خود را طلاق داده و دامن زنی دیگر گرفتن در این بابت حرف میزدید. به هر حال میگویند که در عرفیت چمچوقه کشد قصاب کشد گنجش کشد قصاب کشد. یعنی جاده دین را باید نفر ورزیده نفر صاحب سواد دین حرف زنند. معلمه مرحمت از شما باشد سخن. درباره طلاق پیش از همه سبب در تاجیکستان گفته ایستاده که مهاجرت شد و طلاق هم در ما زیاد شده ایستاده است چون بعد از ازدواج حتی مدت هم یا مهلت هم نمیدهند که عروس و داماد هم دیگر را درست‌تر شناسند. دیگر شوهر بیچاره یا داماد بیچاره برای پرداخت آن همه مبلغ‌هایی که برای ازدواج صرف کرد باید به روسیه بیاید و کمترین این مشکلی ما الان چی اندازه‌ای که اینترنت و تلفن پیدا شده و به ما الان فایده میرساند به گمان من همون درجه ضررش هم رسیده ایستاده است. برای اون که پیشتر اگر برای طلاق گفتن
باید یک چند وقت فکر کند بود مهاجر، گوید بود پس از 3 ماه میروم بعد از این طلاق میگویم، یا اینکه حتی یک نامه فرستاد هم و این نامه رو چند بار مینوشت و بازگردان میکرد. الان تلفن که در دستمان هست، خیلی ها هستن که عادی ترین چیز میگویند 3 طلاقت رو دادم. عادی ترین چیز در خود واتساپ یا در هر جایی که با هم زن و شوهر خط کرده ایستادن. یک چند خواهرها که در مسئله طلاق و نکاح سالهای زیاد است که در خدمت مردم هستیم و بسیاری هم میگویند با هم صحبت داشتیم، یک بار دیگر با همین طلاقت رو دادم، گفتی تلفن رو کشت. یا پیامک شوهرشون بعضی خواهرها میفرستن که میگویند استاذه ببینید که با هم صحبت عادی داشتیم، با همین یک کلمه در پایانش همین طلاق رو نوشته است، اکنون چی میشود؟ یعنی با هم صحبت داشتن، یکی در دوامش میآید که شوهر میگوید گر تو به من 3 طلاق هستی، یا عادی ترین چیز ببخشید یک مسخره هم هست، به خانه خواهرت رفتی تو 3 طلاقی، از خانه برآمدی 3 طلاقی، با یک چند شرط های دیگر که در حالی که طلاق یکی از احکام های شریعت می باشد که بازی کردن به طلاق خودش گناه کبیر است. و عجایبش این است که از کلمه هایی هست که با وقتی برآمدن دیگر آن را برگردانیده نمی شود. چند چیزی هست که انسان میگوید پس توبه میکند و بر میگرداند، اما الطلاق مرتان پروردگار میگوید طلاق فقط 2 بار است، از 2 بار زیاد 3 بار که گفتی دیگر حتما باید آن زن وقتی 3 بار شوهرش بار 3 طلاق داد شوهر دیگر کند، آن هم نکاحی حلالانه با نکاح نو و با مهر و با توی، بعد از این با تقدیر آن شوهر دوم اگر مرد تو میتوانی برگردانی. یعنی طلاق از آن چیزهایی نیست که ما گوییم و پشیمان شویم و گوییم که دیگه میتوانیم همه چیز رو به جایش بیاریم. و این رو متاسفانه در حاضر یک سلاح برای مردها، این چونین یک تهدید شده است که علل خصوص طلاق‌های معلق به شرط میگویند در فقه اسلامی. خیلی که گفتم خیلی زیادی ها میگویند اگر این رو کردی طلاق هستی، اگر فلان رو کردی طلاق هستی، تلفنت رو بار دیگر گرفتی طلاق هستی، در حالی که در نزد جمهور علما این گونه طلاق میافتد. 3 طلاق گفت 3 طلاق دیگر، اینو هرگز 1000 بار پشیمان شود هم یک جا شده نمیتواند. و از این اگر نگاه کنیم خیلی خانواده هایی هستند که کیها به آنها طلاق افتیده است، کیها زن مطلقه شده است ولیکن باز دارن زندگی میکنند و گویا که کدام گفته باشد که شما نکاح کنید میشود و یا اینکه شوهر اگر پشیمان باشد میشود، در حالی که یگانه طلاق مجنون نفری که دیوانه است یا طلاق سکران آن هم فقط در نزد بعضی از علما از جمله در مذهب امام ابو بخشد امام احمدی حنبل و این چنین طلاق بعضی نمود غضب هایی که انسان در حقیقت مثل بیماری روحی می شود. انسان در وقت غضبش کاری میکند که دیگر هیچ چیز نمیفهمد، همه این رو میدونن این یک نمود بیماری، یعنی از حد در وقت غضب خود را گفتیم کاملا از کنترل برآوردن است. بقیه هر نفری که غضبناک است، شوخی کرد، جدا بود، طلاقش طلاق است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ثلاث جدهن جد و هزلهن جد، 3 چیز است که جدی گفتید هم جدی هست، شوخی کردیدم، یکی نکاح، دیگر طلاق، دیگر عتق یعنی آزاد کردن برده. همین که با شوخی طلاق کردی، با غضب طلاق کردی و اگر بار 3 باشد دیگر هیچ راهی برای یکتا شدن نیست و در نزد جمهور علما با یک کلمه 3 طلاق گفتی علاج یکجا شدن نیست. و این خیلی که گفته استادیم تلفن برآمد و دیگر واتساپ و اس ام اس ها برآمد و خیلی آسان شده است که با یک کلمه خواهر بود از خود روسیه گریه کنان 2 روز پای در پای زنگ زد، 2 روز پای در پای میگوید شوهرم مرا در وقت جنگ طلاق داد، الان پشیمان است، چندون بار طلاق داد، بار 3 دیگر راه نیست برای من یگان بهانه مثلا از شریعت من شریعت ساخته نمیتوانم. این حکم الله است که میگوید الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان و اگر 3 آید در سوره بقره بار 3 طلاق داده جای نیست. برای همین برادران عزیزی که غضبناک میشوند و یکی در دستشان تلفن است یا چیز دیگر، اول پیش از اینکه طلاق نویسن
یا طلاق گویان حتما باید فکر کنیم که این کلمه هست که برآمد برگردانده نمی شود. فرزندای شما در نیمه راه میمانند، زندگی چند ساعتتون ویران می شود، در حالی که مشکلات بین زن و شوهر چندین بار هم در خود برنامه‌های استانه هم گفته بودیم که بین زن و شوهر بین پیامبر و همسرانشان بود و بین حتی فاطمه و علی بود، بهترین زنهای اهل جنت. این مشکلات می شود از طلاق خود را دور کنید، می شود ترسانید، با تهدید کرد با چیزی دیگر که با تو قهری می شوم. چگونه که پیامبر با همسرشان قهری بودند، نزدیکی 1 ماه پیامبر صلی الله علیه و سلم با همه همسران خود قهر کرده بودند تا که اصلاح شود. زن رو می شود اصلاح کرد از راه‌های دیگر، اما طلاق اول شده زندگیتون رو ویران می کند، سپس اون همه خرجی که برای ازدواج کردید و بچه ها کودک های بیچاره، بعضی یعنی چقدر کودک های در شکم مادر نابود می شوند، به گفت خودمون ابورت می شوند، به دنیا ناآمده کشته می شوند به سبب همین یک کلمه طلاقی که مرد می گوید و زن دیگر دویده رفته من اکنون این رو چیکار کنم گویم اون کودک رو می کشند. و معلمای عزیز، آن طلاق که طریق دهان میگویند، روبرو میگویند، یا طلاقی که پیامک می نویسند، این هر دو یک خیل است؟ تاثیر این هر دو در نزد جمهور علما یگان نفر به این چیز ضد نیست و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بعضی از اصحاب پیامبر از دور استاده همسر خود را از طریق وکیل طلاق داده بودند که برو همسر مرا طلاق ده. هر طلاقی که از طریق پیامبر می آید و شوهر آن را به گردن می گیرد و با تلفن گفته می شود و زن آواز شوهرش را شنید و شوهر هم می گوید من گفتم این گپ را، طلاق می افتد، مگر پیامک هایی که شوهر می گوید من قسم می خورد که من از این پیامک خبر نداشتم، کسی از تلفن من نوشته است، یا اینکه می گوید کسی با آواز من گپ زده است من نبودم. اما دیگر وقتی که زن و شوهر یکدیگر رو میشناسند و شوهر هم به گردن گرفت که من نفهمیدم لیکن یعنی من غضبناک بودم و نوشتم، اون طلاق میافتد. اون طلاق خطی یعنی کتبی میگویند و این چونین طلاقی که حتی از طریق وکیل باشد، یک نفر رو میگوید از نام من بره و همسری من رو طلاق ده، همش طلاق واقع می شود. و برای طلاق شاهد بودن فقط این گفته مستحبی هست، حتمی نیست. عجیبش این است که از همه خطرناکترین کلمه و آسانترین کلمه است، یعنی با یک گفتن کلمه طلاق زندگی ویران می شود، حتی با پیامک باشد یا اینکه حتی با خبرچی باشد یا تلفن. ولیکن یک طلاق گفتید برای شما شانس هست که باز با هم یک جای شوید، 2 طلاق گفتید شانس هست. مشکلی این است که 3 طلاق گفتید دیگر هیچ راهی نیست و جز اینکه همسر شما شوهر کند و جدا شود. و در یک بار 3 طلاق گفتن در نزد جمهور علما تمام شانس ها ویران می شود، دیگر هیچ شانسی برای شما نیست که متاسفانه اکثریت مردهایی که طلاق میتیند به یک بارگی 3 طلاق را دادن میگویند که از روی شریعت همین بدعت است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که قرآن بیان کرده است طلاق باید یک تا و در مدت های معین باشد، یک بار در یک مدت هم نباشد و با 3 طلاق و 1000 طلاق این چیز نباشد. لیکن در ما یک بار 3 طلاق میگویند، بعد از این ویلا و حسرت ها که یک مولای پیدا شود، یک فتوای پیدا شود و گفته خودشان روایت پیدا شود که ما را نکاح کند. در اینجا هر کسی که کسی 3 طلاق شده رو نکاح میکند، یعنی بعد از 3 طلاق جدا دیگر اون نفر هم گناهگار است و ببخشید که اون 2 نفر اگر 1000 نفر صیغه نکاحی آنها رو خواند هم زنا حسابیده می شود، مادامی که بار 3 اون مرد او را طلاق داده است. خب بسیار تشکر. و معلم عزیز اینجا درباره بدعت گفته، نفر سوال کرده بود که ایجاد میکند این نکته را نمیدونم، اما میگویند که اگر شوهر را تو گفته مراجعت کنی طلاق میافتد، یا اینکه نامش را گیری طلاق میافتد. معلوم که بدعت است، کسی ایجاد کرده، اما به خاطر شاید خوبی معاشرت ایجاد کرده. اما آیا طلاق های هم هستند که وابسته حوادث هستند؟ مثلا یگان حادثه هست که طلاق نگفته هم طلاق افتاده باشد بین زن و شوهر، می شود؟ پیش از همه باید درباره این بدعت بیاید بهترش که خرافات ها، درباره خرافات ها گپ زنیم. برای اینکه بدعت چیزی هست که یک عمل رو میکنید و اون عمل در زمان پیامبر هم نبود، در یگان قرآن و حدیث هم نبود و اون رو به دین نسبت میدهید که این از دین است و امید ثواب هم دارید. اما این خرافات های ما که گویا که 4 ماه مرد نآمد، یعنی 4 ماه اینها از هم دور بودن،
به طریق اتوماتی دیگر طلاق میافتد. تو گفتی طلاق میافتد، لعنت گفتی طلاق میافتد. باز یک چند دیگر دشنام‌های دیگر رو پای در پای میارن که طلاق میافتد. یگان این اساس ندارد. حالت‌های هست که فسخ نکاح می شود، ویرانشوی نکاح می شود. این رو فسخ میگویند. اون هم در کدام وقت؟ اگر بعد از ازدواج زن فهمید که شوهرش او را فریب کرده گرفته است، یگان بیماری داشت، بیماری جدی که در عرف همان مکان عیب حسابیده میشد و مرد این را پنهان کرد، یا برعکس، یعنی مرد یک زن رو گرفت، نمیدونست که یک عیب جدی دارد، یک بیماری جدی دارد. به طریق اتوماتی اینها از هم جدا شدن حق دارند و زن حتی طلاق نگرفته برآمده رفتن به حق دارد. و این چنین اگر مبادای محرم باشند، یکی فهمیدن که اینها از طریق شیرخوارگی با هم برادر و خواهر بودند، یعنی محرمیت هم سبب فسخ نکاح می شود. از طریق دیگر وقت زنی را در عده‌اش ازدواج کردن و این مسئله خطرناکترین در ما الان زیاد شده ایستاده است به سبب مهاجرت آنها. یعنی هر یک زن عده خودش را دارد و عده زنی که حیض می‌بیند این 3 حیض است، عده زنی که حیض نمی‌بیند 3 ماه هست و حامله دیگر تا تولد کردنش است و کسی که شوهرش مرده است 4 اشهر و 10 4 ماه و 10 روز است. هر مردی که در وقت عده یک زن رو به نکاحش گرفت و نکاح نیست و نکاح باطل است. اینها باید جدا شوند. حتی بعضی از علما میگن هرگز نباید ازدواج کنند، برای آنکه اینها به شریعت الله پای ماندن و چیزی که حرام است و محظور است در عده نکاح کردن آن را کردن. پس حالت‌های هم هست که اینها میتوانند، یعنی زن وقتی دید یک عیب جدی دارد، یا زن فهمید که عده‌اش نگذشته است، یا اینکه زن فهمید که از روی شیرخوارگی اینها برادر و خواهر هستند، میتواند به یگان مشکلی رود و بین اینها خواه نخواه فسخ میافتد، با هم دیگر به انتظار طلاق شدن نیست، چون نکاح اصلا نبود و نکاح خودش ویران بود، در نکاح فریب بود یا اینکه نکاح خودش ویران بود. مسئله دیگر مسئله اینکه اگر مرد مدت در اکثریت قولها 4 ماه زیاد با شوهر با زنش قهری باشد، قهرگی که دیگر نه زنگش زند، نه پول فرستد، نه از احوالش پرسد، زن در اینجا یگانه به قاضی شکایت میکند و قاضی در این وقت حالت مرد رو میبیند، پیگیری میکند، میفهمد و به مرد میگوید یا به همسرت آشتی کن زندگی کن، یا اینکه طلاق تو رو من صادر میکنم، یعنی مجبورت میکنم یا طلاق دی یا من صادر میکنم یا برگرد. که این مسئله ایلا هست و ایلا یعنی در زمان جاهلیت برای اذیت زن مردها قسم میخوردن که دیگر هرگز به او نزدیکی نمیکنن و زن در مابین 2 راه میموند، نه زنی همون شوهرش حسابیده میشد، نه زنی عموما کسی که ازدواج کرده میتواند. انا برای همین در این وقت زن شکایت، تا زمانی که زن شکایت نکرد 100 سال گذرد هم نکاح اینها ویران نمیشود. در آغاز برنامه ما یک خبر خوانده بودیم، البته خبر کهنه‌تر هم بود که شورای علمای تاجیکستان 22 نفر هم را خودشان طلاق دادن. هم آره مسئله هست که حالت‌های هست که زن مجبور است به قاضی شکایت کند، یعنی شوهرش او را طلاق نمیدهد، اذیتش هم میکند. در این وقت زن چیکار کند؟ یعنی بسیاری ها هستن میگویند من طلاق میخوام، مرا خیلی میزند یا به من نفقه نمیکند یا اصلا کارهایی میکند که در شریعت حرام است، من نمیخوام با او زندگی کنم، اما شوهر میگه طلاق رو نمیدهم. انا در این حالت زن میرود و به قاضی شکایت میکند و قاضی حکم طلاق اونها رو میآورد. این در شریعت وجود دارد، این نمود طلاق دادن قاضی از نام شوهر. خب بهترین و همه سوال ها جواب گرفتم. همینجا یک خواهر قبل از شما برآمد کردند و خواهش کردند که بر سوالشان جواب گویم. گفتند که مردهای هستند که با قرآن قسم میخورند که صادق و وفادار میمانند اما قسم میشکنند، پس این قرآن برای چی بود؟ چرا قسم شکستند؟ اندک بابت قسم خوردن. اصلا علم روانشناسی میگوید که کسی که بسیار دروغ میگوید بسیار قسم میخورد. این علم روانشناسی هست، البته دین شناسی نیست، شریعت شناسی نیست. فکر شما را در همین بابت این آخران سوال است درباره، به فکرم بلندگویکشان خاموش شد. 1 دقیقه بخش زیاد درباره قسم پرسیدید. یک مسئله هایی هست که دیگر
خیلی زیاد باید دربارش تفصیلات داد، برای اینکه قسم تقسیم می شود. قسم هایی هست که قسم غموز میگویند، از گناه کبیره حسابیده می شود. بر دروغ یک کاری را نکردید کردم میگوید، یا کردید نکردم میگوید که انسان به گناه داخل می شود. قسم دیگر هم هست که انسان یک چیز را عزم میکند که قسم به الله من همین کار رو میکنم، مثل اینکه مثلا قسم به الله هرگز من به همسرم دست نمیبردارم، یا اینکه قسم به الله من یک کاری رو میکنم اما کرده نمیتواند. سپس در این وقت کفاره دارد. کفاره این نمود قسم را در خود قرآن هم الله بیان کردگی هست که هر کسی که قسم میخورد که من فلان کار رو میکنم اما کرده نمیتواند، مثل اینکه یک مرد قسم میخورد که هرگز من از این زن جدا نمیشوم و در اول با قرآن هم قسم میخورد که در نزد جمهور قسمی که به قرآن خورده شده است و قسمی که باید او را نگه داشت، اما نمیتواند. شاید به سبب زن مشکلی در زن بود، یا به سبب ضعیفیش بود، یا به سبب رفتی مشکلی هایی که پیش آمد. انا در اینجا قسمی که او خورد باید کفاره دهد و کفارش هم فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. در سوره مائده آمده است که کسی که برجت قسم خورد اما قسمش به ثابت ایستاده نتوانست، خلاف قسم کرد، یا به 10 کمبغل طعام دهد، یا اینکه به 10 کمبغل لباس دهد، یا اینکه 3 روز پی در پی روزه گیرد، یا یگان تحریر رقبه کند. تحریر رقبه یعنی غلام را آزاد کردن که در ما الان وجود ندارد. پس گاهی می شود که انسان قسم می خورد و به قسم خود پایدار ایستاده نمی تواند و این وقت نباید همیشه بالای مرد مانیم عیب ها رو. گاهی می شود که در از طاقت مرد دیگر بالاتر است آن چیزایی که به او میگویند، آن شرایطی که دارد او دیگر تحمل کرده نمیتواند. بالای شاید مادرش یگان چیزی میگوید، یا همسر یکمش، یا فرزندان، یا مسئله های دیگر. و اینجاست که قسم شکسته می شود و قسم ها شکسته می شود و باید کفارش را دهد. برای همین چیزی که از طاقت ما بالاتر است بهترش به اون قسم نخوریم، فقط گوییم که من حرکت میکنم، کوشش میکنم که همین کار رو کرده توانم. وعده دادن اما قسم نخوردن. آره. خب بهترین بود اگر نفر وارد شدند باز هم سوال قبول میکنیم. با شما هستم، فقط میکروفون رو کشته میمونم تا صدای کودکان رساند. سوال شد اگر جواب زدید در خدمت هستم، همینجا هستم. خب تشکر. تشکر که با برابر کارهای زندگی و فرزند به پای رسانیدن ها و باز هم در خدمت جامعه هستند. از چنین بانوان میفخریم. یک خواهر اینجا دکتر بودن در خدمت جامعه پیوسته، نفر دیگر جاده شریعت. خب وارد شدن با نام نسیمه و بیرون شدن به فکرم اگر وارد شوند قبولشان میکنیم. خب ما درباره خودکشی یک چند نوار آماده کرده بودیم. خودکشی زنان در تاجیکستان در همین سالهای آخر خیلی به افزایش است، رو به افزایش است و سال 2019 تا 2020 دوام یک سال یک خودی ولایت سوخت، یک خودی در یک ولایت زنها 44 نفر خودکشی کردند و اکثرشان جوان بودند، اکثرشان کلینچک‌ها. اگر یگان فایز خورد دخترها نباشند، دخترها به خاطر همین عشق و محبت دروغین باور کردهشان بر احساس داده، بر نفس داده شده اگر خودکشی کردند، اکثر در خشونت خانوادگی گرفتار شده خودکشی کردند. خانه مادر می آید نمی خونجند، در خانه شوهرت آسوده رو، در خانه شوهر هم همین چنین. و عجب ما یک فهمیش داریم که از شوهر جدا کردن را جنایت وزنین می حسابیم، جنایت می حسابیم و از آن پرهیز می کنیم. خوب است اگر شوهر خوب است، همراه زندگی کردن خوش است. اگر زندگی که یک بار بر هر کس میسر می شود همراه زندگی کند، اما هر روز ظلم و ستم و ضرب و لط و شاطه و طعنه‌کشی و آب خوردهش زهر باشد، نانی خوردهش، از این زندگی تنهایی خیلی خوبتر است و شاید زندگی دیگر. من اینجا فرمان دادنی نیستم، اما خوب می بود جانب خوبتری مسئله را می دیدیم. گفتم 44 زن با سبب خشونت خانوادگی قصد بر جان خود کردن در دوام یک سال 2019 تا 2020. در 2020 2021 همین شماره باز هم افزود.
اما که سال به آخر نرسیده، ماه دکبر نآمده، هنوز سرجم نشده. سال 2015 من در ایسترفشن بودم. در یک سال در یک خود ایسترفشن 30 عدد خودکشی بود. در یک خود ایسترفشن 30 عدد. و متاسفانه خیلی باعث تاسف افسوس است که از این خودکشی کرده ها 3 نفر خرد از 15-14 ساله خرد بودند. کودک چی غم دارد که دست بر خودکشی زده. گاه باور کردن انسان نمی آید. خب ایده در تاجیکستان به این عقیده‌اند که خشونت خانوادگی مسئله خصوصی است. آن را نباید در جامعه واکنش نشان داد. اما همین سال 97% مردان و 72% زنان به این نظرند که برای حفظ عائله زنها باید هر گونه جبر را بر جانشان تحمل کنند. طاقت کن، موری همانجا مر طاقت کن، هر چی که آید طاقت کن. یعنی زن وظیفه دار است با شوهر مایزده هم طاقت کند، شوهر تماما بی سواد و بی عبادت و بی عقل و بی فراست هم طاقت کند و در پیشانه‌اش بود و با او زندگی کند. و گویا دیگر حقوق ندارد بر خوشی زندگی، بر خوشی روزگار، بر یک کلام مهرآلود شنیدن، بر یک نوازش دیدن از نفر و دیگر گویا حقوق ندارد، همانجا زندگی میکند. از یک طرف شوهرش، از طرف دیگرش تو خوب میبودی، همان شوهرت دلش نیافتی، یعنی باز پست و بلند از جانب دیگر اهل خانواده. وقتی که زن از شوهرش خوشی گفتار و خوشی معاشرت نشونید، دیگر اهل خانواده هم رعایت نمی کنند. طرفگیر زن در خانه یگانه شوهر است، اولین طرفگیرش، چون که زن به خاطر همان نفر در عائله است. زن برای شوهر رفته اونجا. افسوس که شوهر که در مهاجرت است، دیگر اهل خانواده همین را بر نظر نمیگیرند که وای دیگر در خاندان مشتپر است، دیگر طرفگیر هم ندارد، دیگر نفری نیست که کمتر ناز و نوز و ارکگی های وی بردارد، کمتر خطاگی هایش را به ترتیب درآورد. حرفی خوش گوید که از جهلش فراید، نفر دیگر نیست. و امروز باز متاسفانه میشنویم زن میگیرند اقلا یک ماه هم راه زندگی نکرده، باز راه مهاجرت پیش میگیرند. کلینچه که بیچاره در اون خانه باقی ماند، باقی عیناً مثل شوهر بر این دوست بودن میتواند. متاسفانه نیست دیگر نفره. خب مریم دولت و یک کارشناس مسائل گندری در یک صحبت با رادیو گفته بودند که در موردهای خودکشی زنان نباید با عائله های جوان با نسل امروزه با معیارهای قدیمه مناسبت کرد. مثلا یک زن جوان یک مشکلی دارد، گرفتار شد بر یک مشکلی، نزد مادر و مادر کلامش می آید، آنها میگویند که ما هم همین مشکلی را دیدیم، ما هم طاقت کردیم، یک مشکلی را گرفتار میشویم، نزد بیبی کلان میرویم تا مصلحت دهد. بیبی میگوید میدونی جانی آچه جانی بیبی، همین یک سبد داشتم، یک دانه شم داشتم، دیگر هیچ چیز نداشتم، طاقت کرده زندگی کردم، من همان روزها هم گذشت. یک برده نان داشتیم، همین روز کرده مانده کودکان به تقسیم کرده خوردیم، زندگی کردیم. اما زمانه که ترقی کرده، زمانه چنین نیست که خوشنامان باز هم نان را در صندوق روز کند و کلین حقوق بیملال گرفته خوردن همان مواد غذایی خانواده را نداشته باشد، با ایبا و خطا و با سریخم و ترس و وهم و رفته گرفته خورد، یا خانه مادر رفته گوید خوشنامان هم روست میکند. صرفه کرده بر سگان میدهند، صرفه کرده چیکار میکنند؟ شکر که نعمت ها فراوان است، شکر که گرسنگی نیست، قشاقی نیست، همه خانه نان دارد، غذای فراوان دارد. و اون درجه نیست که سال 1900 جنگ باشد، یعنی بینانی و بیپولی و باشد. خب و دیگر سبب به گفته همین روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی همین عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود بر فاجعه می انجامد. حالت افسرده بانوان را نظر نمی، حالتی کسی نیست که دردش را گوید. در خانه مادر می رود، آنجا ترقدر خود خانه هست، آنجا هم دادر دارد، همسر دادر دارد، آنجا هم کمبودی ها دارد و این با فرزندکانش هم آنجا زیادتی است. یک کلمه خوبه بود، میگفتند یک روز در تکی همان چی میلدیق میگویند که رومال میزنند
چادر، یک روز در تگ چادر عروسی نشستی دیگر خانه مادر فراموش کن میگویند، اما این به خاطر خوبی های هست. مثلا ها گفته به خانه مادر نآی، با خانه شوهرت شو، همان جای را آباد کن، با همانها خوشبخت باش. این به آن خاطر گفته نشده است که موری در همان جا بمیر، شطه میخوری، نان نمیدهند، ظلم میکنند، بگذار طاقت کن. دوره غلامداری و دوره ظلم و تعدید که نیست. همه علاقه آگاه هستند. همان پدر مادرانی که بر کلین خشونت روا میبینند بر دختران خود که البته روا نمیبینند. خب اگر کسی دیگر وارد شده، مرحمت حرفشان را گفت. اینجا خیر خوش کنم بخشیش واتساپ وای دارم میداریم اوایده رحمت کلون مرا قبول کردید. خب به شما هم تشکر. رحمت آمدید بر برنامه. خب جهان در حال تغییر است، زندگی هم هر روز به روز تغییر یافته ایستاده است. گفتیم اویله و اویله داری هم مشکلاتی آن هم طرف تغییر می‌یابد. یک زمان اگر مشکلات خانه 200 سال پیش اگر گویم یک تقاره چوبی بود، امروز کلین‌ها، امروز عروس‌ها میخواهند مادر گرد آورند یا همسرشان کمک کند که ماشینه جامه‌شویی خرند. و من بر یک طرفی دیگر خیلی بیشتر تکیه کردن میخواستم. از معلمه مسلمه احمدی درباره سطح قبول ازدواج حرفی می‌زنید. مثلا دختر را به شوهر میدهند، میگویند تقدیرش بوده است، تبادل او را به نظر نمیگیرند، درک او را، فهمش شرعی او را بر نظر نمیگیرند، کمی داراییش را به نظر میگیرند و میگویند زندگی میکند. آدمان خوب بودند و شوهر میدهند، چون دختر سوادناک را میبرارند بر عائله بی سواد، یا برعکس آن که هر دو جانب عذاب میکشد. مرد سوادناک هم با همسر بی سواد عذاب میکشد و برعکس حالت هم. اگر مرد خیلی بی سواد است و زن دارای عقل مکمل، فراست مکمل، دانش مکمل است، عذاب میکشد در خانه. در همین جا در پدر و مادران چه گفتنی هستی در باب فرزند بر شوهر دادن؟ اینجا خواهر سایمه جان، پیش از اینکه همین موضوعتان یا سوال دادگیتون رو برگردم، چون کمی درباره خودکشی و بعضی از آمارها و سببهایش هم کمی اشاره کردید و اینجا من میخواستم، البته هر سببی که گفتید که اساساً با مشکلی هایی که عروس در خانه خوشتومند به آن گرفتار می شود یا دخترچه های بیچاره تهدید می شوند از همان مردهای بیناموسی که یکی عاشق گویان می آیند، در اصل خائن هستند و به جز خیانت و دیگر نزدیکی فیزیکی چیز دیگری از آنها نمیخواهند. اینها هست. اما ما چیکار کنیم که همین آمار پس شود؟ یعنی من چیکار کنم که فردا وقتی دخترچه من بعد از ازدواج با یک مشکلی روبرو می شود، وقتی مشکلی روبرو شد او دویده رفته خودکشی را فکر نکند، او گمان نکند که خودکشی راه خلاصی از مشکلی ها هست. و عجیبش این است که در خود یکی از ادیان هندوهای بت پرست، خودکشی این کار مقدس است و هر کسی که خودش را انتحار کرد راست به جنت می درآید. در خود هندوها این مسئله هست. و عجیبش این است که در ما هم که فیلم های هندو خیلی زیاد میبینند، بعضی ها دیگر خودکشی را یک چیز عادی و قهرمانی هم میدانند، در حالی که در شریعت ما خودکشی گناه کبیره است و حتی حدیث ها در صحیح بخاری و مسلم است که هر کسی که خودش را به هر چیزی کشته باشد در دنیا، در جهنم هم کشتن میگیرد. با آهن کشتی، با آهن خودت را میکشی، با آتش کشتی، با آتش، زهر خورده کشتی، زهر خوردن میگیری، خالدن مخلدن فی النار، همین حالت میموند. این یکی چیزی نیست که شما از دنیا خلاص شدید و از آخرت هم خلاص میشوید، چون این نیست. این قهرمانی نیست. یعنی خودتان رو در دنیا و در آخرت دیگر به جهنم وارد کردن است. و این رو باید درباره خودکشی و تا چه اندازه گناه کبیره بودن آن، دهشت بودن آن، قهرمانی نبودن آن، باید از اول به بچه ها، به فرزندانمان آموزیم. چیزی دیگر این که از کودکی به دخترکای خود دیگر شجاعت را یاد دهیم.
نه اینکه شرم داری و آره حیا دیگر این از جبلت طبیعت زنها هست. زن بی حیا اصلا او زن نیست. میگیم حتی به حیوانی هم دست داده میتواند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نداری هر کاری که میخوای بکن. یعنی زنی بی حیا همه کارو میکنه. لیکن این نیست که من برای حقم رو گفتن حیا کنم. وقتی به من ظلم میکنن من برای ظلمم رو برطرف کردن حیا کنم. من برای پاره نان خودم رو گرفتن حیا کنم. این حیا نیست. این ترسونچکی از بزدلی هست که دیگر وقتی که چاره نیافتید هیچ قوت هم نیست، میراید و خودتان رو نابود میکنید. و پدر و مادر از اول از مشکلی ها چطور خارج شدن رو به فرزندها آموزند. و پیشتر هم در یکی از برنامه ها خودم هم ذکر کرده بودم که پدر برادر آنهایی که قوام خانه هستند و دخترها بگویند که من در پشت سرت هستم، من در پهلویت هستم، من نمیگذارم که تو خار شوی، من نمیگذارم که تو در کوچه مونی. در این حالت ها من هستم. البته تکیه‌گاه تو پروردگار است که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که به پروردگار تکیه میکند او دیگر برای او کفایت کننده است. لیکن اینجا بدون که پدرت هست، برادرت هست، تو خور نمیشوی. همه ظلم رو تحمل نکن. مشکلی شد بیا با هم حل میکنیم. یعنی این چیزها باید باشد که عروسک، من اکثریتی که خودکشی میکنن میگه من چاره نداشتم. یعنی حتی خواهرکایی که بیولی ازدواج کردن یا پنهانی شوهر کردن، وقتی میپرسم خواهر عزیز کارتون گناه بود چون این ازدواج وجود ندارد، میگه خواهر جون من مجبور بودم. من پدرم به من میگفت رو با همون شوهری مایزده زندگی کن. برادرم میگفت من زندگی ام جدا با تو کار ندارم. من دیگه راهی نداشتم، یا باید خودم رو میکشتم یا به پناه یک مرد دیگر می در اومدم که او مرا از دیگر این مشکلی های مهاجرت و دیگر اذیت ها نجات دهد. و این مسئله رو یعنی خانواده علل خصوص پدر برادر بزرگ شمایان سبب می شود که در بعضی حالت ها زنها خودشون رو بیچاره و بیکس کنند و حتی به خودکشی زنند. و اما دیگر از سوالتون خیلی دور رفتم، معذرت. درباره چیزی که پرسیدید البته که دور نرفته. خب درباره ازدواج بود. ازدواجی که مثلا تقدیرش بوده است میگویند و سطح درک و سواد و این مسئله ها رو به نظر نمیگیرند. آره این هم یک مسئله داغ ما هست که دیگر دخترک اگر مبادا از 23 گذشت یا 22 گذشت، دیگر اگر او رو به هر ببخشید حتی خری در آمده هم ندادید و دیگر میماند و در خانه پیرزن میشود و این چیزها و به اولین کس میدهند. و علل خصوص در دهات که من خود دختر دهاتی هستم، دخترکایی که جامعه خونده می آمدند، معلمه مکتب یا حتی طبیبه، به سبب دانشگاه آنها ازدواج نمی کردند و بعد از اومدن به اولین کسی که به خونهشون قدم میزد آنها رو میدادن که الکی پیر شدی تو باید بگیری. یعنی هر مردی که اومد تو رو باید بدی. 25-24 ساله شدی. و خیلی زیاد هستن که دختره که دانش داری، دیگر با سوادی، مفکوره اش وسیع، جهان رو با دیگر چشم میبیند، با یک احمقی که در حیاتش کتاب به دست نگرفته است ازدواج میکند. و انا بعد از 1 سال و 2 سال مشکلی پی مشکلی، حتی خود دکتر هم به بیماری افسردگی گرفتار می شود. خود معلمه که به دخترچه و پسرچه و تربیت میدهد به بیماری افسردگی گرفتار می شود، برای آنکه زندگی کردن با جاهل برای عاقل آسان نیست. و عجیبش این است که یعنی هر چیزی که میفهمونی انسانی که سواد ندارد، با کتاب و قلم دست ندارد، بسیاری وقت عکسش رو میفهموند. و حتی یک قصه عجیبم هست. باره حضرت امام شافعی خنده کنان می آیند به نزد شاگردشان، خیلی از خود راضی. شاگردا میپرسن که امام خیلی امروز خرسند هستید؟ میگن امروز من یک بیسواد را در بحث غالب آمدم. یعنی من بالای یک بیسواد غالب آمدم، توانستم که یک بیسواد خانه شود یا بیسوادی خودش را قبول کند. و اینجا رو ببینید که با انسان بیسواد، نفرانی بیسواد، ببخشید که اینجا خیلی زندگی کردنشان مشکل می شود. و برای این پدر و مادر هم از اول باید بدانید که دخترک خور نمی شود. او رو با نفرانی که در سطح دانش یا حداقل در سطح جهان بینی برابر هستند با او به ازدواج دهند. برای همین در نزد تمام علما هر دخترکی که می بیند که پدرش او را به کسی داد که یا از روی دین، یعنی بلندی تقوا و بی تقوا، یا از روی ثروت کمبغلی و یا از روی گفتیم آبرو
پایانتر داد که این را کفو نبود میگویند، یعنی در سطح او نبود. همان روز دخترک میتواند به قاضی شکایت کند از بالای پدرش و بگوید که من او را نمیگیرم، پدرم مرا به این داد. و در این باره حدیث هست در صحیح مسلم هست که وقتی دخترک آمده به پیامبر میگوید که پدری من مرا به پسری برادرش داد، من راضی نیستم. پیامبر میگویند پدری او را جیغ زده صلی الله علیه و سلام نکاح را ویران کن. دخترک سپس میگوید نه، نکاح در جایش ماند، من فقط میخواستم زنها بدانید که شما حق دارید شکایت کنید و ضد گفته پدرتان برای، لیکن من دیگر نکاح را ویران نمیکنم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلام حتی به این دخترک میگویند تو میتوانی نکاح را الان ویران کنی. و اینجا دخترها هم نباید در این مسئله ساکت استن. این مسئله این نیست که یعنی شما 10 سال و 20 سال دیگر انتظار شوید تا نفری را پیدا کنید که در همه شروط به شما موافق هستند. نه، حالتهایی که شما در حقیقت میدونید عائله این انسان، یعنی ما خواه و ناخواه یک نفر رو اگر کفت و کف کردید که بودنش تعیین میشود. شما میدونید که این انسان خودش جاهل است، خودش گذشته خوب ندارد، یا الان اصلاح شده نیست، یا یارو رفیقایی که با او هست اصلا انسان‌های خوب نیستند، یا مادرش رو همه میشناسد که با همسایه ها روز خوب نمیدهد، یا از خانه اینها خیلی زیاد عروس طلاق گرفته رفته است. البته در این وقت این صبر کنید، انتظار باشید و بدانید که پس این صبرها برای شما یک نفر پیدا می شود که از آن راضی می شوید. اما هر چیزی که با عجله و شتاب که مبادا شوهر نکنم من تنها و تنها میمونم، خیلی ها هستند که میگویند کاش تمامی اون من بی‌وزن بودم از اینکه با این نفر دیگر از در جوانی الکی پیر شدم و دیگر خار شدم و بهترش این بود که من بی شوهر مانم. بله، چون اینها هم خیلی بسیار هستند. تنها بودن را افضل میدانند از بودن با نفر ناخوب. یک نفر سوال دادن رفیق من همسرش را 3 طلاق داد، اما همسرش شوهر دیگر کرد و جدا شده آمد باز زندگی کردن. آیا چنین ممکن است؟ در چت سوال نوشتند. ممکن است اگر بعد از طلاق سیوم این همسر چگونه اول ازدواج کرد این را باید بدانیم. یعنی همسرش شوهر کرد و جدا شده آمد، مبادا برای نکاحی حلال ازدواج کرده باشد که این چیز در تاجیکستان وجود دارد. چیزی که زنا است و در شریعت آن نکاح فساد است و باطل است، بعضی از ببخشید دامولاها میگویند نکاحی حلاله کنید، یعنی برای حلال شدن به شوهر 3 طلاق داده یک بار به کسی نکاح کن. اگر با همین شرایط آن زن یک بار با کسی نکاح کرده باشد که به این شوهرش حلال شود، این نکاحشان درست نیست. لیکن در حقیقت خودش خواسته، یک مرد را انتخاب کرد، آن مرد هم خواست، با هم ازدواج کردن، اما یکی دیگر فهمیدن که تقدیر نبوده است، یک مشکل دیگری شد. البته اینها میتوانند با هم زندگی کنند، لیکن پیش از اینکه کاملا این مسئله روشن شود باید بدونیم که آن دخترک که از این جدا شد و باز شوهر کرد، با آن شوهر چند مدت زندگی کرد و چرا از او باز جدا شد و چرا با او خاندانی کرد. مبادای این نکاح حلاله نباشد که این گونه نکاح باطل است و باز این نکاحش هم باطل می شود اگر این زن با همان مرد به خاطر فقط حلال شدن به این شوهرش ازدواج کرده باشد. خب، جواب قانع کننده بود. بسیار تشکر میگویم. یک صحبت خوب بود، صحبت همدینی بود، هم دنیوی بود از همه جانب. اینجا حرفای روانشناسی رو هم خودمان گفته گذاشتیم به فکرم. یک بار دیگر خوش آمدید و یک جهان تشکر میگویم برایتون که مهمان سلامت باشید و خسته نباشید و تمامی شنوندگانی که در برنامه اپای سایم هستند دستتون درد نکنه. سپاس از آن که با ما با پیام در برنامه ها هستند. بله، من هم همین حرف را گفتنی هستم. سپاس از آن که وقتی پرقیمت خود را صرف کرده ما را گوش میکنند، پیروی میکنند ما را. تا این دم با شما بودم سایم سید و متخصص سوهیدین اینجا دعوت کردیم، معلمه مسلمه احمدی را و 2 نفری که در برنامه شرکت کردند برایشان تشکر میگویم. یک خواهر دیگر نسیمه بود به فکرم، نامشان با چهره هم برآمدند اما چرا که بیرون شدن اگر گوش میکردیم خوب بود. اگر همان نفری که در اینجا با نام نسیمه اشتراک کردند. من کوشش میکنم در برنامه‌های دیگر باز هم موادهای جالب تر، موادهایی که در خور زندگی شماست، در خور زندگی هست و آن موضوعهایی که کار می آید، موضوعهایی که تاثیرگذار است برای پیشبرد زندگی، برای راههای بهتری زندگی گرد آورم، برایتون پیشکش کنم و باز هم نفرانی که
اهل ساحه هستند دعوت کرده با آنها گفتگوی داشته باشیم که مفید باشد، برای شما فایده کرده باشد. تا برنامه دیگر، تا روز سه‌شنبه دیگر که الکی ماه اکتبر می آید، همه شما را بر پناه خداوند می سپارم. واقعا من یک خبر را گفتنی بودم. قبلا وقتی که خلق قدیمه تاجیک برفی اولین می بارید، بر همدیگر برفی می نوشتند و در کاغذ شعر درباره برف، تمنیات در زمستان خانه گرم داشته باشه، آباد داشته باشه، آسوده، و در داخل همان کاغذ قند میگذاشتن یا چیز دیگر، یا کاغذ خالی که فقط شعر داشت، از موری خانه همسایه دیگر هوا میدادند. موری گفته بالای بام آشخانه را میگویند. همه جا هوا میدادند و همسایه گرفته میخواند آن را، یک کاسه آش پلو گرفته برده به خانه همسایه دیگر. این یک برفی میگفتند یا خود شعر برفی مینوشت. من چرا این سخن را میگویم؟ در قزاقستان پایتخت آن برف بارید، یعنی بر آسیای میانه قدم زمستان از آمدنش درد داد، یعنی شرفه پای زمستان رسید. در نور سلطان آستانه پیشین برف بارید. در ازبکستان هم علاقه حرارت هوا یک بار پایان فرامد. در تاجیکستان هم سنه 27 گرد و غبار چند طوفان بود. یعنی زمستان می آید. با زمستان گذرانی تیار هستید یا نه؟ در برنامه آینده بیایید در همین موضوع گپ میزنیم. آیا مردم خلق تاجیک بر زمستان گذرانی تیار است؟ چه مشکلی های پیش آمده؟ از زمستان های پیشینه این زمستان بهتر شد زندگیتان یا احمدی پارینه، یا اینکه کم بهتر شد؟ گفتنی هستم بهتر نشود. هر روزی خوش شما از روزهای گذشتهتان بهتر باشد که روزی بد نبینید، کم نبینید، غم نبینید. تا برنامه دیگر شما را بر پناه خدای بزرگ می سپارم. خیر.